این مرد با ولادیمیر پوتین президенти روسیه نامه نوشته خواهش کرده است که در پیدا کردن قاتلان برادرش و 3 ساکن دیگر وادی وحش مساعدت کند. برادر او اسدالله محمودوف ماه سپتامبر سال 2016 در شهر ماگنیتогорск کشته شد. یک برادر من با 3 نفره که 2009 کشته شدگان یگان دیلا کشیده شدگی نیست و هیچ کس نمیخواد که دیلا را کشیم. با همین خاطر ما کمکی جنابی پوتین میخواهیم. اسرارالدین محمودوف میگوید برادرش صاحبکار و رئیس جمعیت تاجیکان شهر ماگنیتогорск بود. با اون باور است که برادرش را به خاطر حفظ حقوق مهاجران و پشتیبانی از شهروندان تاجیکستان کشتند. تمام کسی که شرایطش وضعی میشید یا که یک کس فشارش می آورد طرفداریش میکرد، خب آدمایی که پرسنت میدادن میگرفتن بسیار فشار میوردن در این مردمی تاجیک میره صدیره همونا میشید، با همون خاطر کشته شد. نزدیکان اسدالله محمودوف میگویند که با گذشت زیاده از 2 سال پیدا نشدن قاتل برادرشان آنها را نگران کرده است. اعلان شدگیم جبر دیده، لیکن از همون کشتار شدگیان در من بسیار میکفتن. به خاطری که رود در اینجا مورد خبر پوتین نه ایسادی من دیلا محکم شدن نکنم، نمیخوان یگان تاجیکا کفتن رو نمیخوان. اسرارالدین میگوید برادری 49 سالش 20 سال اخیر در شهر ماگنیتогорск زندگی میکرد و شهروند روسیه بود. همین کشته شدگان همش گراجدن روسیه. اینمی دادرچه من در 20 مدر در افغانستان جنگ کرده که 2 سال در اونجا جنگ کرد، در میل میوریم پرونده شد. در مراجعت نامه رسمی یا نامه با پوتین در برابر اسم اسدالله محمودوف نامی با 3 نفر دیگر که در 7 سال اخیر در روسیه کشته شدند آمده است و طلب شده است که قاتلان پیدا کرده شوند.